درود دوستان، من بردیا هستم و خیلی خوش اومدید به ولاگ من. این ویدیو رو برای معرفی خودم و کانال یوتیوبم تهیه کردم و زیاد وقتتون رو نمیگیرم. در حد 2-3 دقیقه باهاتون صحبت میکنم. همونطور که میدونید ولاگ سبک از تولید محتواه که افراد تجربیات خودشون رو در قالب ویدیو با دیگران به اشتراک میذارن. یه نفر تجربه خودش رو از خرید یک محصول به اشتراک میذاره، یه نفر تجربه خودش رو از مسافرت به اشتراک میذاره، یه نفر تجربه خودش رو از یک کتاب به اشتراک میذاره، یه نفر تجربیات خودش رو از بازی کامپیوتری به اشتراک میذاره و بعضی ها هم زندگی روزمره خودشون رو به اشتراک میذارن. اینجا هم ولاگ منه و سعی دارم تجربیات خودم رو که فکر میکنم برای شما هم مفید باشه با شما به اشتراک بذارم. از اونجایی که معتقدم زمان با ارزشه و نباید زمان افراد رو بیهوده هدر کرد، سعی دارم ویدیوهایی رو تولید کنم که ارزش محتوایی داشته باشن و شما با دیدن اونها یه چیزی رو یاد بگیرید. در واقع با هم اومدیم اینجا یاد بگیرید. نمیگم من استادم، من فلانم، بیستارم، نه، این خبرها نیست. منم به اندازه یک نفر که زندگی کرده تجربه دارم. خیلی هم ممکنه بیشتر از من تجربه داشته باشم و حتی من خیلی عقب‌تر از اونا باشم. پس بنابراین نمیگم همه چی دانم، نه، اصلا اینطور نیست. فقط اون چیزی که احساس میکنم به درد شما ها میخوره، چیز سودمندیه، با شما به اشتراک میذارم. اگه بخوام این معرفی کوتاه از خودم داشته باشم، من بردیا هستم. البته اسم شناسنامه این با اسمی که به شما گفتم متفاوته. دوست دارم در شبکه‌های اجتماعی با نام بردیا شناخته بشم و تحصیلاتم هم فوق تخصص کامپیوتر، شاخه برنامه‌نویسی و زیرشاخه هوش مصنوعی هستش. البته کار مختلفی رو انجام میدم، طراحی گرافیک میکنم، تدوین انجام میدم و تو این 10-15 سال گذشته فقط روی آموزش‌های کامپیوتر متمرکز شدم و تونستم علوم مختلف رو در زمینه کامپیوتر یاد بگیرم. اگه بخوام از شغلم بگم، فعلا طراحی گرافیک و تدوین انجام میدم و برنامه‌نویسی هم انجام میدم، ولی برای پروژه‌های خودم، پروژه‌هایی که استارتاپ هستن و شخصی هستن، خودم انجام میدم و واسه خاطر همین دیگه زمان ندارم که پروژه برنامه‌نویسی بگیرم و همین دیگه. صحبت خاصی نمیمونم. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو من رو تماشا کردین. ویدیوهای دیگه این کانال رو ببینید. اگر پسندیدید کانال من رو سابسکرایب کنید و دوست داشتید به اشتراک بذارید، لایک کنید. اینم بگم که از اونجایی که من تو زمینه کامپیوتر فعالیت میکنم، یه کانال یوتیوب دیگه هم در زمینه کامپیوتر دارم که لینکش رو در کپشن براتون قرار میدم. اگه دوست داشتید میتونید اون کانال رو هم ببینید و سابسکرایب کنید. اون کانال مخصوص مطالب کامپیوتر و تکنولوژی هست و به طور کلی نیچه دیگه، فقط در مورد کامپیوتر اونجا صحبت میکنم. ولی در این ولاگ از تجربیات هم صحبت کنم که نیچ نیست و ممکنه هر چیزی باشه. در آینده مصاحبه داریم، برنامه فان هم خواهیم داشت و شاید همین الان که این ویدیو رو دارید میبینید خیلی از ویدیوهای ما آماده شده باشه و یک لذتش رو برید. ممنون که منو تماشا کردین و بدرود.